برو نزدیکش رو بده. پاشو بریم. پاشو بریم. بیا بریم. برو. برو. چه داری میگی؟ برو بریم. برو. از کجاش؟ عزیز میخوام درست با تو صحبت کنم فایده نداره. برو. برو کار. من تو سر درد دارم مصاحبه بشین. میگیرن یه زن که گرفتن دوباره میرن یه زن دیگه میگیرن دو زنی میکنن سه زنی میکنن زن اول اذیت میکنن زن دوم میزنن دوستان هوا چقدر گرمه من الان با برم بیرون سنجای کار دارم من چند را سر بزنم با یه نوشیدنی یه چایی هرچی داری بیار دارم
مثلا خورد بیاد محسن یه چه داری زنه؟ من برخوردن برقلی هم رفتیم چیه؟ چیه؟ سلام حسین. سلام. خوبی؟ خوبیم. فرمان. چه خبر؟ سلامتی. فرمان. برنامه قطع شده. آره. سلام خوبی؟ سلامتی. آقا محسن چی کنی؟ زنگ نزدی چی نگفتین جواب ما چی بودی؟ حالا شما قرار بود زنگ بزنید. ما هم روش علمومن یه فکری خب با من صحبت چیه؟ بیته بگی سالی بیا. دیم دوره یه معتاد اونو رفت قراخونه که اونی چشم بود یا چشم تی چشم هر درو پشت میزنی حالا بذار یه سالی بیاد. بیا تمام بذار سالی. من خواب بودم. شما بخوره یه سری بخواه درمان. تو معتادی خسته بودم. چی کردی؟ کار من که مثل بیکار نیستم به بیادم. کلی کارم میکنم موازه درد میرم بیرون شریام اینجا میاد برون شرط میکنیم. هیچی دو تا دوی دنم و شریام زایی بخواد نیم خودش کنیم میشه بشتیم. خیلی خوب نوازه آردن سلام کنیم آردن هم سرس بردم. خوالوی خواب بودم. سیمون که داشته باشه حتی خب گفتی بینه روایتی هم میکشن میخرم حالا جا دیره بیرون ها مثلا زنگ زیر گفت ندید چی گفت؟ مدرک داری؟ مدرک هم داریم میخواد هم گفتم یا اجر مثلا برای به داخل ایتیاد بچشی یا بخری یا با رفیقت بشین خوبه بجردی مجاوب من کردی من گفتم من طولتام چی نیرم هستم مطمئنی؟ مطمئن هستم نبرم حالا سب کلام دنیای بعد مطمئن مردم هر پشت میدارن بچه زیاده خب خوب جواده تا به یکی نیست در کار میکنم. خدایش چه خبر کافا هستم؟ نظامتی شد مغازه بیامی خانواده که حسین و فاطمه آمده بودن اونجا خب دنبال ساختمونی گشتن خب ساختمون زنگ زیادیشون آمدن خان یه زمینی و زنگ زیادی از صبح هم میکنش و پدر مادر کدام؟ پدر مادرم شهرستانه برات نمیدم. قبلا نمت گفتم باشون میسازم ما میسازم مشکلات زیاد داریم میشودی رحمون بوده سیمیو اما که برای خودتون نجارت کن موازه همچی داشتم اما من میره اون نجارت کن گوشت میگه؟
گفتیم اون دروغ کنم ها؟ قول توتان که اصلا نمیرم دنبال چی. مهران میشناسیم؟ مهران آزاد جاده بالا او بالا مغازته میشناسی؟ میشناسم. قبولش دوری حرفاشه؟ زیاد میشناسم شناختش نه. اون میشناخته؟ اون میشناسم ولی من نمیشناسم. میدونست با کیا میگردی؟ با کیا میگردم؟ دیروز کجا رفتی که مغازه تو؟ دیروز با یکی از رفقان رفته بودیم بیرون از شهر داخل پارک و بکنم تو خیابون دوره. دیروز در مغازه علیرضا با یکی از رفیقات کلفیافری درست همونجا با هم سوار شدی. وقتی دور فلکه رو دور زدی، وقتی بالا در قلیونی وایستادی، رفتی داخل قلیونی پارکه. قلیونی کجا؟ بله دروی که تومتی نمیسی کرد. من خودم دنبالت بودم. کجا بودی؟ اون صورت نداریم. آن ماشین دنبالت بودم. فیلمات هم هست. فیلم چی؟ یا اینا چی؟ نمیخواد ببینی. خودم نشانه ساحل دادم. نشانه دروی کنی که یعنی ما دیدیم راست میگن خودت هم رفتی بی داخلش اون فیلم دیو به من میگی دروغگو؟ دیروز هم به علی نشونشون دادم. الان من هیچی بهت نمیگم به حرمت علیه. اینو اصلا وقت نمیدادم بیای داخل. با خاطر این حرفا و شبیزا من کتایی. حقت باید درو کی دروی کنی تو. حقت بود. آقا اصلا ما دختر نداریم شما. غلط کردی اصلا اومدی. مردی که ما دو تا هم دیگه نخیلیم. ساعت تا نمیخوای؟ ما با شرایط چی برای مواد به چشی یا داخلی قلیونر میخوامد گل شورده بنداز توش. میخوام دو تا اصلا گیرم دنبالی کار دستگاه شورده بیار. دستگاه چای دستگاه داری؟ گل مصنوعی شورده شو بوده. باشه برو بیار. باشه برو بیار. بیا برو بیار. بودو. بودو. چه داری تیمون؟ بودو برو بیار. بودو. بودو. کش. من هرچی میخوام درست با تو صحبت کنم فایده نداره. بودو. برو بکاره. ما شرایط قد گفتیم با هم آدم شدی پدر مادر از دستت راضی بودن. اون موقع میان اینجا من تصمیم میگیرم که به زن بدیم یا ندیم. نه اینطوری پاشی بیا اینجا و بری با یه مشت الاف بگردی بری معتاد بشی و تریاک بکشی و قلیون بکشی بعد بیان اینجا خواهر من بدبختم. چی گفت؟ من اصلا هری کارم میکنم. همش دروغه. برو برو همون بزنم برقب. برو ببین چه رفت نمیموناده. برو برو مردی که ایزا خواهم برو ببینم مردی که معتاد کرده ما هم بس خودش مسخره‌شیم. هر روز پا میشیم میاد اینجا. این به دردتون نمیخوره. با فیلمش هم نشونش بیاری تا باور شه بیاری. بهت گفتم همون روز اول گفتم معتاده به درد این کارا نمیخوره. اعصاب منم خورد کرده. من خودم کم کار ندارم برم به کارام برسم بیام حسنا هم تعقیب کنم که ببینم معتاد چی میکشه نمیکشه بیاد اینجا خواستگاری. این هم شد زندگی. صبح تا شب میره با یه مشت الاف معتاد میگرده. پدر مادرش چشم دیدنشو ندارن. اینجا به من میگه دروغگو. من میگه دروغ میگی. من فیلماشو خودت ندیدی. آره مشکل اصلا خود مکروبش بابا از من بهید دشته هستم دیگه اصلا بارم خوردی. آره پراتو هم پشتی اصلا خود نکسیو بابا قربونم بری یعنی چی؟ اصلا مردی که معتاده بلند بیای رو تو دنبال من دروی کنی تا علی با من دعوا کرد. اصلا خود مکلی خشن از فیلم لدی خوش باوری کنه.
اصلا ما یه خشی بهش آزمایش بشه رو دفعه چه تیکشه یا میچشه اصلا اینجا راش نده بیاد اینجا مرد که مرتضی فنجی اصلا به هم خور شد بهش کام بفیادش میخواید چه کنی الان؟ هیچی آشپزون رو میشه نگم یه کار نداره برای در بشین و هم خیلی چه نگاه شد خب اصابم خورده برای مدر در فیلم رو بسنم اصابم خورده برای مدر خیلی برای درد چی کنی؟ سمانه به آبوزه نیتن نگاه در بشین و خیلی شد اصلا مهدی اصاب متلی چی؟ بگهش کن آخه میرم با قاضی هست که لیزن آمد مطالب فنجی ها میگه تو دروکی کتونه پنج که سر درد دادم و سایه بشیم سوال بیا پنجش که داره درده بیا هوای کنک بشیم به حیاتی که باز کرد باز زد بچه‌ها تا آب بیش پای درتا یه فایده نداری هستن هستن ما فردای رن با علی تماس ایران میگم یعنی سی هر دقیقه بلندی بیادم کنه ما آبرو داریم باهم بریم حالا هم با همون آب حال داریم سمنا رو با دست آب بزنیم همه جاشه زد زاییسی خوب آبشو بزن و بیا اینجا بشی تا آسان این اصلا آدم به درد بخوری نیست ازش معلومه که محتاج مفنگی در میاد و اما ادی بوده تا باش آزمایش چند وقت بگیر ببرش مطمئنم باز یه آزمایش نمیخواد این معلومه خمیر مواد میکشه میره باید به که به در نخور میگرده من با علی صحبت میکنم میگم اگه اینطور باشه اصلا دیگه اینجا نیاد نبینم اصلیت نیست خب بهتر بگیریم چطوره خودم بهتر میدونم که کار نداشته باشه اصلا بهش فکر هم نکنم به درد نمیشه
شد